سلام علیکم، خوش آمدی برادر. کمتر منتظر شویم. اگر یگان کس دیگر بیاد بعد صحبت دوام میدهیم. برای حاضر باشم می شود که یگان سرود گوش کنیم. خوش آمده دوستان. کمتر صبر کنیم، مردم زیادتر شوند بعد صحبت میکنیم. این برای باری اول است. من در پخشی مستقیم هستم. در یک سرود برای مادر گوش کنیم. که ساحت جانم سرای تو باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ویدیو را لایک کنید که یوتیوب این ویدیو را پیش برد برای مردم زیاد شود. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادری که جان و دل من فدای تو. مادرم جان برادر ویدیو را لایک کنید تا بیننده زیاد شود. مردم دعوت کنید صحبت آغاز کنیم. خانه است سینه من در فراغی تو. آن کسی است از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم بی خوش آمده دوستان. مرگت پیام داد که بی مادری بلاست. آگه نبودم از غم بی مادری با شما هم درود دوستان عزیز. لایک موندن فراموش نکنید تا مردم زیاد شود. مادری بالاست. مادرم جان مادرم. خب سلامت باشید. خوش آمدید. در من در اخبار رادیوی آزادی را تماشا کردم. در اونجا خوب خوش آمده دوستان. لایک موندن فراموش نکنید تا مردم زیاد شوند. در رادیوی آزادی دیروز بود به فکرم گفتن که دامولا خاموشی را به فکرم همه میشناسن. پسری همون آدم در اوکراین کشته شده است. از طرف روسیه رفته است اونجا جنگ و کشته شده است. خب خداوند همه را نگهبان باشه. اما ما مثال بدگویی کردنی نیستیم. اما گپ در این که پسر دامولا در اونجا چیکار میکرد؟ اونجا وطنش نباشد، برای چی از طرف روسیه میرود مثال جنگ میکند؟ که من همین چند بارها گفتم که نروید اونجا. اوکراین به مردم ما یگان بدی نکرده است. مردم خوبند، در وطن خودشان هستند که برای پول شده، برای یگان چیز دیگر شده. خب اونجا عجایب است که پسر یک دانشمند دینی میرود در یک جای دیگر برای کشتن انسان ها برای پول و میگویند ما خبر نداشتیم. اگر او را مجبوری برده باشند یگان گناهی کرده است مجبور بردن.
کسانی گناه دارند اونها رو مجبور میکنند به جنگ میبرند، اما کسانی که مثال یگان گناه نداشته باشند از راه هیچ کسی را نمیبرند. و چیز دیگر به جای واتساپ و وایبر میخواهند اون چی در روسیه اونها را منع کردن، در تاجیکستان هم با نام آریز چیز ساختند و همین نرم افزار رو میخواهند که مردم استفاده کند، مهاجران، و این با اینترنت سست هم کار میکرده است. عجایبی در این که به جای اینترنت خوب کنند چیزهایی میسازن که با اینترنت سست کار کند، دیگرها پیشروی میکنند از ما پسروی. اما در اونجا گفته میشود که همه چیزی که مثال درباره شما هست اگر ساده تر کرده گویم آنها رو میبینند، میدانند، ثبت میکنند، برای خودشان میگیرند و این چیز در همون وایبر و واتساپ و در دیگرها هم هست. همین کار رو میکنند آنها هم. مثال فقط این چیزی نوی که ساختن در این نیست. وقتی که مثال در همون واتساپ هم اگر ثبت نام میکنی در همونجا اجازت میپرسد که عکس و ویدیو و هر چیزی داری با ما اجازت ده که ما همونها رو گرفته توانیم دیده توانیم. اگر اجازت ندادی پس واتساپ رو استفاده کرده نمیتوانی. اما اونها چی دارن؟ مثال کسی که نه در یوتیوب سر و کار داشته باشد در تیک تاک هم این هست، اما جا دارد انتخاب میکنی چیزی را که مثال کلمه هایی که نوشته نشوند، همون کلمه ها رو کسی استفاده برد بلاک میشود، همون نوشتگیش کامنتش. مثال در همین وایبر و همین چیزها هم همین استفاده می شود، فقط اگر یک کس درباره جنگ گپ زد همین چیزها را یک چند بار استفاده برد پس او را کنترل میکنند، در عموم نه. خب اما تاجیکستان چی کار میکند اینش نامعلوم، چون در هر سایت در هر جای انسان اگر صحیفه میکشاید پس یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من میشود، مثل همون سروده که میخواند فرهاد دریا. این همین خیلی صاحبی همون شرکت چیزی را که میسازد وقتی ثبت نام میکنی در اونجا همه میماند، در اختیار آنها است و آنها میدانند اونجا چی است و کی است. و خب هر کس ممکن است بعد یک کس اگر نویسد که ما برق نداریم به خش و تبارش او را تهمت کنند که تو به یگان دشمن گپ زدی، گفته سیر دولتی رو فاش میکنی و جریمه کنند. اما مهم برای ما چی است؟ در چند روز پیش یک سرودی را مانده بودم که اون را خودم نوشته بودم به زبان روسی تریگوده. اگر کسی گوش نکرده باشه در آخر باز تکراری میمانم بعد اون را. در همونجا نوشتگی هم که مثال با ما وعده میدهند که چند سال بعد مثال برق خودمان میشود و باز هم همین روز اخبار رو دیدم گفتند که در کلاب را نشان دادن برق نیست، مردم برق ندارد و شکایت میکنند. در همون جا هم گفتند که در آب انبار نارک آب کم بوده است برای همین برق نمیرسد. مثال یگان دروغ نمیگویند که مردم باور کند. مردم قدر ساده و به عقل نیست که نداند که در کجا چی گپ است. اما من یک راه دیگر رو میگویم برای مردم که از بی‌برقی خلاص شوید. یک وقت گفته بودم که چیزهای ارزان هستند، هم پنل های آفتابی در اینترنت اگر بخری اونها برای کمپینگ یعنی یگانجا سیاحت میروی برای همین هستند، اما در خانه هم استفاده برده می شود. اما چیز دیگرش برای که راهی آسانتر و خوبتر چی است؟ که مردم همه برق داشته باشد. یک کس به تنهایی نمیتواند کرده. مثال در دهه هستند کسانی که شرایط خوب دارند، پول دارند، کسانی هستند که تماما ندارند، یا کسانی هستند میانه حال هستند، اندک شرایطشان خوبتر است. و چی کار کرده می شود؟ من درباره کارخانه های سهامی
یا که هر دهه، هر شهر، هر ناحیه برای خودش کارخانه سازد گفته بودم. اما ببینید در ما پول جمع میکنن، ره میسازند. به همون راه زندگی کردیدم اینقدر سال و باز هم میشود زندگی کرده. اما برق مهم است. برای گرم شدن، برای خوراک پختن، برای مثال کودک‌ها درس باید تیار کنند، اینترنت باشد. برق از راه دیده مهمتر است. پس چیکار کرده می شود؟ دو راه است. جاهایی که مثال کوهستان آب است، دریاچه ها هست. مردم می توانند با هم پول جمع کنند. یک دهه یا که دهه های نزدیک باشند، یک چند تا دهه، 4 تا 5 تا گس می سازند. در اینجا چیکار کرده می شود؟ در اینجا از برقی که استحصال می شود به دولت انداز نمی سپاری. این برای فروش نیست، برای استفاده شخصی است و یک دهه یا که چند دهه برای خودشان می سازند. فقط آب و زمین برای اینها پول داده می شود. اجاره زمین از دولت گرفتن و همچنین آب، ذخایر آبی برای استفاده آب برای اینها پول داده می شود به دولت. اما انداز سپاریده نمی شود. یعنی که برق خیلی ارزان. اما مردم چی کار می توانند کنند خودشان؟ البته که در خانه ها باید حساب کنک باشد، دیده شود که چقدر استفاده می کند. برای تعمیر، برای کسانی که اونجا الکتریک کسانی هستند کار می کنند، معاش جدا کرده شود و باز پول در بانک یا در یگان شخصی با اعتماد جمع شود که یگان جاش ویران شد، تعمیر کردن همین کارها در کار می شود. و این راهی آسان و خیلی خوب است. البته برای این هم اجازت گرفتن در کار است از دولت، از ذخایر آبی و برای زمین اجازت در کار است. اما از این انداز سپاریده نمی شود. تا راه ساختن، پول صرف کردن، راهی که باز 5 سال بعد ویران می شود. اول چیزی که مهمتر است این برق است که هر سال همین حال است. زمستان می شود برق نیست. از این خوبتر تا راه ساختن بهتر است که همون گس ساخته شود. نیروگاه برقی چند دهه برای خودشان می توانند بسازند. یا که چیز دیگر، مردم جایی که آب نباشد، درباره پنل های همون آفتابی هم گفته بودم، در چنین جاها هم مردم می توانند پول جمع کنند برای خودشان از آفتاب برق گیرند. اگر همین پنل ها در زمین شینانده شوند، چسبانده شوند، در اون وقت باید که زمین رو اجاره گیری از دولت، به دولت پول سپاری. اما از برقی که میگیری پول نمی سپاری. این برای استفاده است، فروخته نمی شود به یگان کس، مردم برای خودشان می سازند. و این را می شود زیاد کرده، خواه آبی باشد خواه آفتابی، زیاد کرده که کارخانه ساخته شود و مردم اگر کارخانه ساختنی باشند در آینده توانند این کارو کرده. و چیزی این را در کجا می چسبانی؟ مثال مکتب و مسجد است. در بالای مکتب می چسبانی، در بالای مسجد می چسبانی، به جای پول برق می دهی به آنها. برای این هم اجازت می گیری اگر مسجد یا مکتب هم از حساب مردم ساخته شده باشند هم این در ریستر در حساب دولت می گذرد. برای همین اجازت می گیری و مکتب رو هم به برق تأمین می کنی و هم مسجد رو. هم زمین اجاره نمی گیری. کاری ثواب می شود که به خواننده ها در مسجد برق می شود. راه دیگرش اگر این هم نشود، مثال یک کوچه، در هر کوچه نه، در یک کوچه اگر باشند، در چند خانه در بالای خانه ها چسبانده می شوند، خانه های شخصی، و حق صاحب خانه مثال برق می شود، اونقدر زیاده نمی شود. برای تمام دهه را تأمین کردن، مردم که پول جمع کنند این را سازند، در بالای چند خانه می شود. و برای چی در یک کوچه باشند؟ برای که اکومولاتور جایی که برق ذخیره می شود باید که نزدیک باشند، دور دور نباشد.
یا که می شود یک دهه را چند تقسیم کرده در هر کوچه هر کوچه برای خودش می سازد، پول جمع می کنند و اونجا هستن کسانی که تماما پول ندارند. آنها چیکار می کنند؟ می شود از آنها پول نگیرند. اگر خانهش در جای باشد که در بالای خانهش چسبانند، به همون می تواند که پول ندهد. مثال شخصانی هستند، شخصانی که ندارند شرایط، یا کسانی که پول دارند خب خیر میکنند برای به جای آنها، یعنی صدقه میکنند و ثواب میگیرند. کسانی مثال برای ساختن این چیزها پول دارند میتوانند این را پولی بیشتر یک بار دهند و کسانی پولی کم دارند هر ماه دهند تا ساختنی همون کارخانه برقدهی و در مدت چند ماه هر کسی میتواند که مثال همون پول را دهد. کسی شرایط دارد یک بار دهد برای که برق همون کارخانه ساخته شود تا مردم زود به برق تامین شوند. و این خیلی راهی آسان است. از انداز آزاد می شوند مردم. برای این مردم باید که خاموش نباشند، باید که این کار را خودشان کنند. می روید مثال بر نزد رئیس ناحیه، رئیس شهر، می گوید که ما همین خیل نقشه داریم، ره نمی سازیم، به خودمون برق میکنیم. و اینجا نوشته به سیاست کار نگیرید، دولتداری کاری آسان نیست، در همه دولت ها کمبودی است. مثال علم آموز با نامش بوده است. مثال نمیدونم، وقتی که انسان یک چیز رو می نویسد اول فکر کرده تواند که چی می گوید. دولتداری کاری آسان نیست می گوید. دولتداری آسانتر از عائله‌داری است. از همه کاری آسان دولتداری است، به شرطی که انسان یک چیز را رعایت کند، دانشمندها را جمع کند در حکومت و خیلی کاری آسان است. وقتی که مردم دانشمندها جمع باشند این کاری دشوار نیست، خیلی کاری آسان است دولت را آباد کردن. مردم خودش میکند، به مردم اجازت میدهی، مردم این کار را میکند. مردم زندگیش خوب باشد از حکومت پشتیبانی میکنند، زندگیش خوب نباشد هرگز پشتیبانی نمیکند. مردم از نوشتن میترسند اما بین خودشان میگویند این چیزها را. از مردم ما این چیزها را میشنویم که چی میگویند. آیا میخواهند که برق نداشته باشند؟ کمبودی در همه دولت ها هست، نوشته است. من بسیار دولت ها را گشتم، در بسیار کشورها بودم، در اروپایی هم، و کمبودی که در دیگر کشورها هست در همه جای خیلی نیست. مثال زندگی مردم اروپا، معاشی که میگیرند به زندگیشان میرسد، برای حکومت کار میکند، خشتباری نیست. در حکومت های اینها دانشمندها کار میکنند برای مردم. البته دارن قانون هایی که به فایده مردم نیست، اما این چیزها هستند. و این که گفتن که به مردم فهماندن که برق بسازند برای خودشان کار آسان شود تا راه ساختن، این دشمنی نیست. این بگان که از دشمنی کردن نیست. مردم خودشان به عقل نیستند، میدانند که به فایدهشان کار میکند کی نه. این به مردم فهماندن است که خودشان را، پولشان را بیهوده در دیگر جا صرف نکنند و در کار صرف کنند که به فایده مردم است. وقتی که دانشمندها را نمیمانند گپ زده، مردم یگان علاج ندارد، نمیداند چی کار کند، زندگیشان بد است. آیا این بدی دارد که به مردم گویی که خودتان گیس سازید؟ هر دهه میتواند جای آب باشد بسازد. جای آب نیست، از آفتاب جمع کنند، در بالای مسجد، در بالای مکتب پنل میچسبانند.
همون پولی که برای راه جمع میکنند، راه نیو برای برق بکنند همین رو که زمستان به برق نمانند. آیا همین آسان نیست؟ همین دشوار است که می نویسد که دولتداری آسان نیست. آسان است کو؟ اگر عقل باشد همین هم میفهمی که آسان است. به مردم اجازت میدهی، مردم خودش میکند. 7 سال جنگ نمیکردید که زن طلاق که من جنگ کردم، دروغگو را زنش طلاق. جنگ کی کرد؟ یک طرفش حکومت بود، یک طرفش حزب نهضت اسلام. کی جنگ کردگی است؟ 7 سال جنگ نمی کردید. حکومت جنگ کرد. همین حکومت هست و حزب نهضت اسلام. دو طرف همین ها جنگ بودن. همین ها ویران کردند. هر چیزی کردن همین ها کردند. کسی دیگر نکرد. من نه در جنگ بودم نه در تاجیکستان. جنگ سر شد رفتم از تاجیکستان. اگر 7 سال جنگ، این یگان خر است. نویست که در همه جا کمبودی است. باز انسان این کار را نمی کند. عقل دارد که وقتی که چیزی به فایده مردم است، من میگویم که مردم خودشان پول جمع کنند، این کسی است یگان لسک وظیفه دارد. نمیخواهد که مردم زندگیش خوب باشد. از این فایده نمیگیری. کی را در نظر داری؟ من شما رو در نظر ندارم. همین جا نوشتی در این کانال من شدگیم. کانال از من است، من گپ میزنم همینجا. با کی را در نظر داری؟ اگر میگویم که انسان اندکی باید فهم داشته باشد که به مردم وقتی که یک چیز خوب رو پیشنهاد میکنی، دیدی من میگم این از خر شدگی است. این انسان مثال این کار را نمی کند. می درآید دشنام می دهد. اول یک کس تهمت می کند و بعد دشنام می دهد. اگر خر نباشی، من گفتم که مردم با جای راه ساختن باید پول جمع کنند، برق سازن برای خودشان. از آفتاب صاحب برق می شوند، کاری دولت هم آسان می شود. تو سزاوار هستی برای دشنام. همون گپی که تو گفتی که تو دولت داری کاری آسان نیست، در همه جا کمبودی هست، همین برای من تحقیر است. که یک بفهم یک چیز میگوید، من چیزی رو میگویم که میشود، شرایط هست، همین کار رو کنی آباد میشود، تو میگویی که نه. مثال عقل نباشه که اینو فهمی. من خیلی آسان گفتم که همین کار رو کرده میشود، اما اونم عقل نباشه اگر همین خیلی فکر میکنی که نه نمیشود. همین کاری دشوار است که مردم پول جمع کنند و خودشان پنل بخرند، یک دهه برای خودش در بالای مکتب میچسبانی، از انداز زمین هم آزاد میشوی. آسان ترین کار است. اما سلام علیکم. اما انسان وقتی که در کله هیچی نیست، انا همین خیلی فکر میکند. وقتی که یک کس به فایده مردم گفت، می درآید میخواهد که یک تفریقه اندازد تا مردم به فایده مردم هیچی نباشد. اما این جاندارها رو گوش نکنید. مثال در یک دهه زندگی میکنید، میتوانید همین گفتی که دولت داری آسان نیست. وقتی من گفتم مردم میتوانند گیس سازند، مقصدت همین است که نکنم صحبت رو ویران کنی، که تا مردم نتوانند همین کار را کرده. اما تو میخواهی یا نمیخواهی، من چیزهایی که به فایده مردم است چی بسازند اینها را حتما میگویم. البته این برای چی نمیخواهند این را شنیدن؟ برای که وقتی مردم داند که همین راه ها هست، پس
برای یگان کس شرایط بد می شود. باید مردم نداشته باشد، مردم در بدر باشد، بیاید پولش را صرف کند و گشته رود، دیگر آواز نبرارد، در اونجا زندگی نکند. تو خودت تحقیر هستی. حقیر، تحقیر، حقیر بودن چی است؟ حقیر بودن یک کس وقتی که عقل ندارد، یک چیزی که به فایده مردم است گپ زده می شود، اما او نمی فهمد، می درآید همون را ویران می کند. همون آدم حقیر است، یعنی تحقیر شده. خداوند تو را تحقیر کردگی است که فهمت نداده است. اگر فهم می داشتی، وقتی که من گفتم که مردم می توانند جای آب از خودشان پول جمع کنند، به جای ره اول گس بسازند. اگر آب نیست، در بالای مسجد یا بالای مکتب پنل بخرند، چسبانند، برق بگیرند، صاحب برق شوند. منتظر نارک یگان جای دیگر نمی شوند. برای همه خوب می شود. برای حکومت هم این فایده دارد که مردم خودشان را تأمین می کنند. اما این بیناموس هر کسی است، انا محض همین را نمی خواهد که مردم چیزی را داند، مردم چیزی را یاد گیرد. باید که تماما به مردم این چیزها گفته نشود. میگوید دولتداری کاری آسان است. آسان ترین کار دولتداری است. همین است که دانشمندها را جمع میکنی در حکومت، کار آنها میکنند، به مردم میفهمانند که در کجا چی گپ است، مردم کار را میکنند. این یگان دشواری ندارد. این مردم فریبی است. وقتی که گفته می شود که دولتداری کاری آسان نیست، اگر یک کس همه را فکر کند که همه را خودم میفهمم میدانم، این البته که در آن حالت دشوار است. همه یک چیز را فهمیده نمیتواند، تمامی چیز را. اما وقتی که دانشمندان جمع شوند، متخصص ها جمع شوند، در یک جایگی کار کرده می توانند. هیچی دشواری ندارد. گس هم ساخته می توانند. همه چیز را کرده می توانند. این آدم هایی که یا این وظیفه دار است، یا که مثال برایشان پول می دهند که همان یک از به فایده مردم یگان چیز گفت، همونجا خلل رسانند. پرازیت، این از حساب دیگرها میخورند. پرازیت هم یک چیزی است که از او یگان فایده نیست، از حساب دیگرها زندگی میکند. و چون این پرازیت ها البته هستند در جامعه. فهم نیست که مثال خلق تاجیک با سواد ترین است. گپ در سواد نیست. یعنی تو هم سواد داری اما فهم نداری که بفهمی چی میگویی. فهم از سواد فرق دارد. یک کس مثال کتابی زیاد میخواند اما همون کتاب ها را نمیفهمد. 1000 کتاب میخواند یا 500 کتاب میخواند. و کسی هست که مثال 10 کتاب میخواند اما معنی از همون 10 کتاب میگرفتگیش از 1000 کتاب بیشتر است. مثل اینکه مثال یک از باغ داشته باشد، یک باغ کلان 1000 درخت داشته باشد و به حاصل باشند، و یک کس دیگر 10 درخت دارد و حاصل می دهند. انا همین خیلی است که کله آدم همین است. یک کس 1000 کتاب می خواند، از اون کتاب هیچی نمی فهمد. یک کس مثال 10 کتاب می خواند و از 10 کتاب چیزی زیاد می فهمد. گپ در خود انسان است. ترا خداوند تحقیر کرده است، من نه. ترا خداوند همین خیلی آفریده است که
وقتی که انسان را تحقیر کند همین خیلی میآفرد که فهم نداشته باشد، نداند که یک کس چی میگوید. وقتی که اگر مسلمان باشی خداوند از چی خوشنود می شود؟ وقتی که انسان ها از علم گپ میزنند، به فایده، یک علمی که به فایده مردم است، چیزی که از همدیگر یاد میگیرند. و یک شیطان وقتی که میدراید و اون جامعه رو ویران میکند، وقتی که یک کس میدراید و همون صحبت رو ویران میکند و کار شیطان رو میکند، برای که فهم ندارد و همین تحقیر شدن است. یعنی که خداوند تو را همون حقیر آفریده است، عقلت نداده است. اگر چنین نمی بودی همون کار رو نمی کردی، که نمی گفتی که دولت داری آسان نیست. تو کی در دولت کار کردی که میدانی آسان است یا نیست؟ در کدام کتاب رو خواندی درباره دولت داری؟ و در همه کار، هر کاری باشد وقتی که برای جامعه است، مثال انسان ها، همون مردم یک دهه، مردم یک شهر می توانند با هم پول جمع کنند و اون چیزها را بسازند، کارخانه هم سازند برای خودشان، دیگر مهاجر نشوند. اگر در تاجیکستان کار می بود، پسر همون ملا خاموشی، نامش خاموشی است، باز که اگه کس فکر نکند که مسخره میکنم، نه، نامش خاموشی است، فامیلیش، یعنی که نام خانوادگیش. پسرش رفت و در روسیه، از طرف روسیه جنگ در اوکراین کشته شد. یک شخصی که در تاجیکستان همه میشناسند. برای چی رفتم اون آدم؟ روسیه نمی رفت او را مجبور جنگ نمی بردند. اگر که پول جمع کردن، کارخانه می ساختند، برق می ساختند برای خودشان، به جای ره، همون دهاتی که ره می سازند، به جای این باید که از آفتاب برق می گرفتند. وقتی که برق می شد کارخانه می ساختند. کسی می توانست تنها یا که باز همون دهه پول جمع می کردند و کارخانه می ساختند. یگان دشواری ندارد. وقتی که از مردم اگر نترسی، فکر نکنی که مردم آزاد می شوند. وقتی که مردم برق از خودشان باشد، کارخانه خودشان سازند، البته که آنها را هیچ کس کنترل نمی کند دیگر. آنها آزاد هستند. اما همین آزادی به بعضی ها خلل می رساند. باید که مردم آزاد نباشند. وقتی که با او دیگر هیچ چیز گفته نمی شود، من از تو برق نگیرم، از تو کار نگیرم، چی کار داری با من، به زندگی من؟ انا همین چیزها نمی فورد. اگر مردم این شرایط ها رو داشته باشند، خودشان کارخانه سازند، دشواریش فقط یک دهه همین را سازد، دیگرها سر می کنند. به جای ره برق سازند، برق بکنند برای خودشان. و بعد از این تمام دهات تاجیکستان خودشان پول جمع می کنند و صاحبی برق می شوند، جاهایی که ندارند. و باقی مانده برقی که هست به دیگرها می رسد. دیگر مردم آزاد می شوند، برای همه خوب می شود، آسان می شود. به فایده دولت هم هست، به فایده مردم هم. فقط اینکه اینها انداز نمی سپارند، برقی که استحصال می شود از اون انداز نمی سپارند به دولت، برای که این برق رو برای فروش نمی کنند. یعنی تجارت نیست، برای استفاده شخصی است. اگر در همون دهه کارخانه هم سازند، برقش ارزان می شود. فقط از کارخانه چیز استحصال کنند، از همون به دولت انداز می سپارند و از خود برق نه، از زمین انداز می سپارند، از استحصالشان انداز می سپارند و محصولاتی که استحصال می کنند خیلی ارزان می شود وقتی که برق را خودشان استحصال کنند، برقی خودشان باشد. در این حالت
تمام دهه ها می توانند برای خودشان کارخانه ها سازند، یگان چیز استحصال کنند، ناحیه ها. تاجیکستان کوهستان است و بسیار دهاتی هست که در نزدیکشان آب است، دریا است و از این می توانند کرده استفاده کرده، فقط اجازه در کار. یعنی کسانی که مثال ویدیو رو می بینید این را به خشت تبارتان گوید، بسیاری ها از در تاجیکستان هستند، کسی در کوهستان در دهات زندگی می کند برق ندارند، به اونها گوید همین کار را کنند، به جای راه ساختن اول برق بسازند، یعنی نیروگاه برقی، خواه از آفتاب باشد، خواه از آب، خواه از شمال بادی، جایی که شمال باشد. اما بادی اگر در حولی ها نشود مجبور می شوند که در یگان جای شمالدار ساخته شود، چسبانده شود، پس باید که انداز زمین سپارند. اما بهترش آفتابی است، چون بادیش میگویند اما متارش ضرر دارد، خیلی موج جدا میکند که با همون موج گم نمیشده است، در فضا میمونده است. برای همین بهترش که آفتابی در بالای بام های خانه ها می شود، در بالای مکتب، در بالای مسجد و مردم از این فایده می گیرند، برای همه فایده می شود. و خب سلامت باشند کسانی که نوشتند، اونجا یک برادر نوشته بود که به اشکاشین بیایید، خب سلامت باشید، یگان وقت شرایط می شدگیست انشاءالله. من در تاجیکستان فقط در بدخشان نبودم، در دیگر جاها در همه جا بودم، رفتم. همون سالهای پیش من همون گشتن رو دوست می‌دارم، دیدن یعنی که تماشا کردن رو، برای همین می رفتم. در تا کلاب در مترسیکل رفته بودیم، دو کس و یک کسی دیگر طرف کلاب رفته بودیم تماشا، رفتیم قرغن تپه، از اونجا رفتیم طرف وخش، از وخش طرف واسه و کلاب و بعد دیگر رفت طرف دنغره، از دنغره به طرف وحدت، دوشنبه، نارک همینجا را گشتیم. و البته که ما باید متحد باشیم. من هم اخبار رو دیدم، وطن این کس معنای کامنت ما رو درست نفهمیدم، ما رو تحقیر کرد، من هم عصبی شدم. عذر. معنا وقتی که همون یک چیز گوش میکنی، اول فکر کن که همون گپ گفته می شود گپی خطا است یا با فایده مردم است. اگر خطا باشد دلیل داری، بگو که من دلیل دارم که همین گپت نادرست است. اما وقتی که گپ درست است اون چیزها بیهودن نوشتنش. اگر یگان گپ خوب داری برای گفتن، یگان سوال داری، یگان پیشنهاد داری، بهترش این رو گپ زنی. اما این نه که دولت داری دشوار است. در دنیا بسیار هستند دولت هایی که راهبر اون دولت خودش چیکار نمی کند. مثال امریکا قدرتمندترین دولت دنیا است، اما پرزیدنتشان ترامپ تمام راهبرهای دنیا را بازی می داراند، اما او خودش کنترل نمی کند همه را. در پشتش دانشمندا هستند که دولت را کنترل می کنند. دولتداری همین است، همین کار آسان می کند کاری دولتداری را. اگر دانشمندها باشند که یک روز دیگر یک کس اونجا نوشته بود که تاجیکستان توپیک است، همون رو من گفتم، در همون موضوع ویدیو کرده بودم که تاجیکستان یگان خیلی توپیک نیست، یعنی که جای بیرون رفتن نداریم گفته که دیگرها داشتن، ما نه. در اطراف ازبکستان هم دیگر دولت ها هستند، در اطراف افغانستان هم دیگرها هستند، در اطراف ما هم همون خیلی از دیگر کشورها مرز داریم، فقط با اونها ره ساختن. اون زمان شوروی ما نداشتیم. وقتی SSR بود آخرین کشور، آخرین جمهوری تاجیکستان بود، همون رو میگفتن توپیک است
که راهی برآمد دیگر نداشتیم، فقط به ازبکستان. حاضر می شود از طرف بدخشان به افغانستان تا پاکستان راه ساخته. این را گفته بودم که بوری بچه‌بکویچ کریموف، یک دانشمند تاجیک، همین را نقشه‌اش را کشیده بود چقدر پول می شود. از طرف دیگر به طریق ازبکستان به ترکمنستان پیوستند، به افغانستان راه ساختند. مثال راه را اگر هر شرکت سازد از این فایده می کند. وقتی که مثال آدم باز گپش رو تکرار میکند به دلیل، کسی میگوید دولتداری آسان است، این خطاست نوشته است، اما دلیل ندارد برای چی. وقتی من گفتم که دانشمندها باشند، مردم را اجازت دهی کارخانه سازند، برق سازند، آسان است، هیچ دشواری ندارد. مردم زندگیشان خوب باشد. وقتی که این را کارل مارکس گفتگی بود، کتاب کپیتال نوشتگی است، دولتی که اگر خزینه دولت پول داشته باشد، در خزینه پول باشد اما مردم نداشته باشند، این دولت قشاق است، یعنی پولدار نیست، سرمایه‌دار و بای نیست. اما دولتی که در خزینه اگر پول هم نباشد اما مردمش پولدار باشند، اون دولت سرمایه‌دار است، پولدار است. چون مردم وقتی که روز دشواری اگر پیش آید، پولشان را وقتی دولت به آنها اجازت کار دادن میدهد، آسانی سبکی میارد، پولشان را برای اون دولت صرف میکنند. اما خزینه پر باشد، اون خزینه را یگان غارتگر میبرد. برای همین دولتداری اون چی که در کتاب ها هست، اون چی که تجربه دنیا هست، ما این را دیده میبینیم کدام دولت چی کار میکند، هیچ دشواری ندارد. مردم را متحد کردن، مردم را، بله به مردم صادق باشید، درست است، مردم را شرایط دادن، متحد کردن. مثال پسر همون دامولا وقتی که به اوکراین جنگ رفته است، این دلیل چی است؟ اگر همون شرایط می داشت می رفت؟ البته نمی رفت. در کشورها دو طرز دولتداری است، کشورهایی که اروپایی و امریکا هستند و کشورهایی که سابق شوروی، یعنی که در SSR بودند. سابق شوروی چی کار میکند؟ کوشش میکنند که زندگی مردم بسیار خوب نباشد، اگر بد باشد. اما در اروپا و امریکا زندگی مردم را خوب میکنند و مردم هم قدرتمند میشوند. و باز دولت های هستند که آنها مثل زنی بینیکا، کشورهایی که زیر دست روسیه یا که امریکا هستند، زنهای نکاحی اگر گوییم، با هستند که مثل زنی بینیکا. کشورهای اروپایی، افریقایی، مثال آنها گاه یک کس هجوم میکند، اونها رو کنترل میکند، گاه کسی دیگر هجوم میکند، کنترل میکند. چیزی که دارن، اما سرمایه‌ای که دارن میبرند از اونها. اما باقی مانده کشورها یا زیر روسیه هستند یا که زیر امریکا، مثل دولت‌های عربی مثال. اما پولشان هست، سلاح را از امریکا میخرند و اون را در هیچ جای استفاده نمیکنند. اگر استفاده برند، باز یگان مسلمانی، همون عربی خودشان را، همسایه‌شان را میزنند. و برای آباد شدن، برای از حالتی بد برآمدن، همین چیزها به نظر گرفته شود، یعنی که بازیچه هیچ کسی نباشی. همین نمی شود که ننویسی، اینم گم شوی از همینجا.
تو سیاست نمیفهمی. همه مردم میبینن من فهمیدم یا نه. دشنام نکن که تاجیکستان تجه. در اینجا کسی را دشنام نکنید. اگر چیز پیشنهاد دارید برای مثال چی کار کردن، چه چیزهایی که به فایده مردم است، همین ها رو نویسید، اما کسی را دشنام نکنید. ما حضارت های ملت تاجیک را تاج سر میبردیم. بله بهشت است اما برای همه نه. اگر مثال چیزهایی که پیشنهاد می شود، همین ها اگر مثال به نظر گرفته شوند و برای مردم به استفاده داده شوند، اجازت داده شوند، البته کار آسان است. کار آسان می شود، برای همه سبک می شود. دشنام نکنید، سخنی خبه ننویسید، چون اون یک تنیمته باید که ابله داشته باشیم. اگر به احمقان جمعیت خراب است میگویند، باید که آنها باشند. اگر نباشند جامعه نمی شود. باید که وقتی که ما میبینیم که یک احمق همون چیزها رو مینویسد، چیزی که به فایده مردم میگویی، او میگوید که این نمی شود، باید که این چیزها رو نگویی. خب و اگر خواهش داشته باشید سروده که 34 گوده اگر کسی نشنیده باشد نویسید، من اینو میمونم. یک بار دیگر بشنویم با هم. من چند سال پیش نوشته بودم، سال 2016. بعد سالش رو عوض کردم و اینجا با آهنگ خوانده می شود. «34 года, что мы на чужбине, мечтая, что скоро поедем домой. Да вот увидишь, все будет нормально. Утешаем себя и сами верим порой. 34 года все нас пугают былых бед и прошлой войной. Другие народы занимаются созданием, а у нас только обещания, и живем мечтой. 34 года все нам обещают, скоро у нас будет электричество свой. چی سوال بود؟ Электричество соседним странам, а нам говорят, не было дождей. سوالا رو نویسید، بعد این موسیقی تمام شد بعد گپ میزنید. Народ наш на чужбине, слезы матерей льются рекой, ожидая своих детей. Мужья и думают, они там, где-то под Москвой. 34 года говорят о благополучии, о хорошей жизни, прекрасной, неземной. Другие народы живут у себя на родине, а нам нет места нигде под луной.
4 года прошло, а мы все верим в сказку. Еще раз и другой. Да все понимаем, все видим, не глупые же ведь. Но все же идем за посохом, как слепой гусь. این شعر من خودم نوشته بودم. نفهمیدم من ترا بد میبینم گفته ندیدم چی نوشت. دشنام داده بود یا داری؟ اگر دشنام داده بودم پس سزاوار بود، درست کردم. و انسانی که عقل نداره در خودش حقیر است، باید دشنام داده شود. و این شعر رو من خودم نوشتم سالی 2016 بود و سالش دیگر بود، اونجا سال دیگر بود. بعد اینا با 34 سال کردم. اما آهنگ رو این را هوش مصنوعی میخواند، آدم نه، هوش مصنوعی این رو میخواند. آهنگ و چیز همش را خودم کردم در هوش مصنوعی. و کسی دیگر اونجا نوشته بود که سوالم رو جواب ندادی، تاجیکستان رو میشود به برق تأمین کرده. موضوع من همین بود، در همین از اول گفتم. و اونجا یک کس در آمد و همون کسانی که نمیخواهند که مردم زندگیش خوب باشد، اما نوشت که دولتداری کاری آسان نیست. اما انسانی که عقل دارد میفهمد که همین کاری آسان است. به مردم نمیگوی ره سازید، میگوی برق سازید. در بالای این مسجد مردم پول جمع میکنند و از پنل آفتابی میچسبانند، میشود صاحب برق. و برای همین هیچ کسی را دشنام ندهید. گفتم اون یک از نوشته است که کسی را دشنام دادی. من هرگز کسی را دشنام ندادم. اون چیزی من گفتم و دشنام نیست. در جوابی همون کسی که اون چیزی نوشته باشد اگر چیزی گفتم، حتی اون دشنامم نبود، موافق به عقل خودش که فهمد که کار خوب نکرده است. اما اگر فکر کردی که دشنام است پس کار خوب کردم، چون فهمی تو همین است، عقلت همون قدر است. و اونجا یک از دیگر نوشته بود که ما مردم تاجیک از موسیقی که نام خدا و رسول نباشد بیزاریم. درباره موسیقی یک چند روز پیش من ویدیو کرده بودم. در کجا گفتگی است در موسیقی باشد و نام خدا و رسول در اونجا باشد؟ در قرآن است این یا که یگان حدیث است؟ کل حضرت ها رو دشنام دادی. دروغگو میدانی چی است؟ من همین حدیث ها رو چند بار تکرار کردم. دروغگو حضرت محمد علیه السلام گفتگی است که دروغگو امتی من نیست. امتی پیامبر کی است؟ مسلمان. اگر امتش کی نباشد پس کافر است. اگر دلیل نیاری که من در کجا کی حضرت ها رو دشنام دادم پس تو امت پیامبر نیستی. دولتداری کاری آسان است. به زندگی خوبی مردم چی علاقه دارد؟ تو اول معنای کامنت ها رو فهمیدن رو یاد گیر. این همین است.
همون دولتداری زندگی مردم است. زندگی مردم رو تو دولتداری میکنی. دولت چی است؟ دولت رو مردم تشکیل میدهد. مردم نباشد دولت بودن نمیتواند. مردم هست که دولت است. زندگی خوبی مردم دولتداری درست است. اگر زندگی مردم بد باشد پس دولتداری نادرست است. کمبودی دارد. هرچند بدتر است همون قدر نادرست تر است. اگر زندگی چند خوبتر باشد همون قدر دولتداری درست است. اینها هستن آدم هایی که گمان میکنند که میفهمند. در اصل آنها نمیفهمند. مثال میگویی که دلیل بیار، نمیداند دلیل چی است. برایش چیزی با دلیل هم بگو فهمیده نمیتواند. قانون را حکومت ها می نویسند، فکر میکنند. قانون را درست نویسند، به فایده مردم نویسند، همین دولتداری درست است. به شرطی که قانون رعایت کرده شود دولتداری درست است. اگر در دولتی که پاره‌خوری باشد این دولتداری نادرست است. پس دولتداری کرده نمیتوانند. پاره‌خوری کی باشد. هر دولتی باشد همین است. این یگان دشواری ندارد. فقط انسان چیکار میتواند کند برای که قانون ویران نشود؟ از خودش سر میکند. اگر خودش نکرد دیگرها نمیکنند. اگر خودش دزدید، مثال فکر کنید در یک خانه یک پدر عرق خورد، سیگارت کشد، فرزندها یاد میگیرند. اما عائله همون خانواده یاد میگیرند. دولتداری هم همین است. راهبرها دزد باشند، شاگردهایشان و معاونهایشان یاد میگیرند. اگر که راهبرها دزد نباشند، پاره‌گیری نکنند، دیگرها هم کرده نمیتوانند. یگان کس را اگر جزا دهند برای پاره دادن شود، بس می شود، دیگر نمی کنند. مثال در اروپا نیست پاره دادن. یگان کارخانه می روی یا آنلاین کارتان را بود میکنی با طریق اینترنت، یا که می روی تا همون کارت را بود نکنند از جایش نمی خیزد. خب اگر یگان اندیشه دارید، یگان فکری دارید، پیشنهادی دارید، نویسید. در آینده میبینیم که برنامه های مستقیم میکنیم یا نه. اگر یگان چیزی خوب نویسید، اگر نه خوب میبینیم بازم اون ویدیو ها میکنیم کوتاه. اما همون چیزی که در اول گفتم، برای کسی ویدیو را از اول ندیده باشد میتوانید قفا کنید، از اول ببینید. در همونجا برای چخیل با برق تأمین کردن که مردم صاحبی برق شوند، همه برق داشته باشد، در اول گفتم همونها رو اهمیت دهید. به مردمی که در دهه زندگی میکند رسانید برای خودشان برق کنند. و یک سرودی با آهنگ ظفر ناظم است اما با دیگر آواز، این رو گوش میکنیم و بعد میبینیم که چیکار کنیم. سرودی مادر. باز آمدم به کوی توی قبله امید، ای ما
مادری که ساحت جانم سرای تو، باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادری که جان و دلی من فدای تو، باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادری که جان و دل من فدای تو. مادرم مادرم جان مادرم مادرم. غمخانه است سینه من در فراقی تو. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگت پیام داد که بی مادری بلاست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگت پیام داد که بی مادری بالاست. مادرم مادرم جان مادرم مادرم. مادر به خواب خوش که زیادم نمیرویی، جانم فدای روی تو منزل مبارکت. مادر به خواب کربه من خاک کوی توست، قربان خاک کوی تو منزل مبارکت. مادرم مادرم جان مادرم مادرم. خب اونجا نوشته بود که در تمام تاجیکستان باید که مدرسه ها باشند. مدرسه مقصدش که مکتب های دینی، فقط دین درس داده شود. مکتب از مدرسه چی فرق دارد؟ نامهایشان. مدرسه از کلمه درس، جایی که درس داده می شود، در اونجا درس هست. مکتب از کلمه کتبه، جایی که کتاب است. و هر در زبان ما هر دوشان هم همون معنای جایی که درس داده می شود رو دارد، اما در معنایشان اگر گیریم در اصل فرق دارند. کتابخانه و جایی که درس میگذارد. اما همون مکتب هایی که هستند شرط نیست که باز چیزی دیگر ساخته شود. در همون مکتب ها درس دینی یه هفته یک بار باشد، تربیه کرده شوند، طلبه ها از دین درس داده شوند، فهمیده توانند که در کجا چی گپ از دین چی است، مذهب بازی نشود. وقتی که اگر از دین خبر نداشته باشند، فقط مردم ما مسلمانی تقلیدی ایم، نمیخوانیم نمیدانیم، فقط
جنگ و جنجال میکنیم، دشمنی کردن، دشنام دادن. اما اگر بخوانیم و بفهمیم و یاد گیریم، خب امون محمد اقبال لاهوری گفتگی است که گرچه مذهب دیگر است هیچ کس بیگانه نیست، باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگر است. و در باغبان را در چمن یعنی این چی است؟ چه خیلی که یک باغبان گلهای گوناگون دارند، همه‌اش برایش خوب هستند. مذهب ها هم همون یک دین است. پیش خداوند کسی اگر که دروغگویی نکند، بدی نکند، یک کس را تهمت نکند، در راه خودش باشد، ضرر رسان نباشد به جامعه، پیش خداوند همه اینها برابر هستند. فرق ندارد کدام مذهب است، بغیر از کسانی که اگر شرک نیارند، یعنی که به خداوند شریک ندهند، دیگر همه برابر هستند. برای همین در همون مکتب هایی که هست باید درس گذرانده شود. اگر گویی که فقط درس اسلام خوانند و دیگر چیز نخوانند، هرگز مسلمان ها از جنگ خلاص نمی شوند. اونا می برند، دیگرها گروه های دینی می سازند و استفاده می برند مسلمان را در جنگ. مسلمان ما فقط در عائله اسلامی تولد شدند، خود به این نآمدند. آید به خریستانی چی میگوید؟ این در مردم مسیحی هم همون خودشان را مسیحی میگویند، همون از تولد میشوند. اما درباره این من گفته بودم که حدیث است که پیامبر گفتگی است که وقتی انسان ها تولد میشوند مسلمان تولد میشوند. مسلمان یعنی همون کلمه اسلام، تسلیم به خداوند و مهر و محبت داشتن، یعنی که مسلمان باید همین رو دارا باشد، چون اسلام کلمه معنای صلح را دارد. و یک از غزل حافظ یک وقت مثال آورده بودم، نبود نقش دو عالم رسم الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. یعنی در اینجا چی میگوید حافظ؟ میگوید که نبود نقش دو عالم، یعنی که همین دنیا و آخرت اینها وجود نداشتند. نبود نقش دو عالم رسم الفت، الفت یعنی لطف کردن، مهربانی و دوستداری همین بود. زمین و آسمان و این دنیا نبودند، اما دوستداری همینها بودند. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. برای چی اینها بودند؟ برای که ریشه اینها از خداوند است، دوست داشتن، محبت داشتن. و همون چیزی که پیامبر میگوید همین است که خداوند انسانها رو آفرید، میآفرد، تولد میشوند. در نهاد انسان همون محبت هست. حتی کودک رو بینید مادرش او رو بزند هم مادرش رو دوست می‌دارد، مهر و محبت هست. اما بعد چی میگوید؟ هر چیزی که میکنند، یعنی که آنها رو مسیحی میکنند، یهودی میکنند یا بدین میکنند یا که همون مسلمان میکنند، این تربیت دهنده ها همون پدر و مادر میکنند. اگر تربیه انسانی باشد، مثال این لعنت نوشته است، بدین نوشته است. مثال کلمه لعنت این از دین اسلام است، این را تو حقی گفتن نداری. مثال ما میتوانیم مسلمان ها تو را لعنت گوییم، تربیه کننده هایت را، اما تو حق نداری این را گویی. از کلمه که از دین ما است این را باید استفاده نکنی. مهربانی ندارن در ترانسپورت، در هواپیما، جای جمعیت اقلا اتیکه را نمیدانند، از همه بلند داد میدن. سالهای پیش
اگر یگان کس بلند گپ میزد نامی اونجا بود میگفتن که تو کی، گفته تاجیک نیستی. همین گپ ها بودند، چون در ما تربیه بود و همون سالهای کلان سالهایی که هستن هنوز هم در بسیارشان همون عادت هست پست گپ زدن. یک کس را از دور اگر گپ زنند از دور صدا نمیکنند، با آواز بلند داد و فریاد نمیکنند، میرود نزدیک گپ میزنند. همین تربیه ها بودند. اما امروزها نه همون اتیکا و استتیکا نیست که در کتاب ما، در کتاب های ما مردم مسلمان دانشمندها نوشتگی هستند. در همین ویدیوی پیشینه گفتم که آداب معاشرت یعنی سخنگویی، آداب خوراکخوری، آدابی مثال اگر در یک جا کار میکنی راهبر هستی یا که راهبر دولت هستی، همین ها همش هست. هنوز اروپا دولت داری نداشتن، در ما همین موضوع ها بودند، کتاب ها نوشته شده بودند، اما نمیخوانند مردم. تأثیر سالهایی که ما مکتب میخوندیم، اون معلم هایی که در همون زمان معلم کار میکردند، اونها هم همون تربیه از پدر و مادرهایشان مانده بود. اما امروز ها که دموکراتی شدن دیگر روز به روز تربیه کم شد، شرایط بد شد، مردم همون چیز را نمیدانند، حتی نمیدانند آزادی چی است. مثال آزادی را همین فکر میکنند، در همین اروپا هم مردم می آیند فکر کنید که در وطن خودشون کار را میترسد کند، اما در اروپا می آید داد و فریاد و گپزنی و در اینجا یا که ماشین ها میگذرند، مردم ترک و عرب و یا که بر روسی هم هست میشنوی موسیقی بلند میماند، مردم اروپا خودشان این کار را نمی کنند. اما همون بیماری به تربیگی که دارند در اینجا میکنند. مثال وقتی که آمدی به یک کشور میشود، همونجا هم قانون دارد، میبینی که مردمی همونجا چه خیل زندگی میکند، چه خیل زندگی دارد، باید همون رفتار را کنی. اما نه، در همین کشورها همون کار را میکنند. در مکتب های اروپا همین چیزها را میگویند به کودک ها که بلند گپ نزن، داد و فریاد نکن، قانون را ویران نکن. گرچنده هست در ما بین اینها هم هست، اما مثال کم است، قانون ویران کنی نیست در اینها. در یک ویدیو رو یک روز در یک ویدیو رو یک روز در چی دیدم، در تیک تاک گفتم همینه، یک تاجیک از در آلمان آمده است و مردم را دعوت میکند که کار غیر قانونی، کسانی که اگر خواهند مردم تاجیکستان میتوانند که بیایند کار غیر قانونی کنند، همون کاری که در روسیه میکنند. یک دقیقه. کارهایی که در روسیه میکنند کردند و همه را شرمنده کردند، بی آبرو کردند، در اینجا هم همون کار رو میکند. مثال وقتی که آمدی میبینی که در همینجا قانون است، وقتی که اگر دستگیر شدی تو رو بیرون میکنند، دیگر آمدن نمیتوانی، جریمه میکنند. نمیشود همون کار قانونی کنی، هم به خودت فایده، به دولت انداز میسپاری، هر کسی رو خواهی برای کار میاری قانونی، به هیچ کس ضرر نرسانی. همون شرمندگی که در روسیه کردید، مردمی تاجیک به آبرو شده است، در اینجا هم نکنی. اما هر کس همون بیماری که دارد عادت شده است میارد. یک کس موسیقیش رو
همون بلند کردن موسیقی. یک کسی دیگر یک کسی دیگر هم قانون را بیرام نکند، غیر قانونی کار کردن. همین است. مردم وقتی که در یک کشور می روی همونجا قانون دارد، میبینی که مردمش چه خیر رفتار دارند. خب در روسیه که پاره‌گیری هست همون زندگی است، اما در کشورهای اروپایی قانون است، باید قانون رعایت کرده شود. اما نامی که اونمو یک کس مثال همچون تحقیر می نویسی، از اول یگان فایده می گیری، نام خودت را اونمو خیل می مانی و فکرم یگان فایده نیست. اما نام انسان هم در انسان تأثیر می رساند. وقتی که خودت همون را قبول می کنی همون به انسان تأثیر می رساند. مثال وقتی که یک کس رو دیوانه گفتن گیری، آهسته آهسته همون آدم باور میکنه دیوانه میشود. یا که هنوز در زمان پیامبر گفته بود که در بالای در زینهای اسب یا شتر همینها پوستی پلنگ و همین چیزها رو استفاده نکنید. حتی از استفاده همون انسان خوی پلنگ رو درندگی رو میگیرد. یا که در دیگر حدیث گفتگی است که کسانی که با مثال چوپان خوی همون گوسفند رو میگیرد، عادت میکند، مثل همون گوسفند میشود. و نام هم باید در همون نام خودت هم که نباشد، باید یک نام خوب باشد در همون اینترنت هم، که از همون نام یگان بهره گیری، یک چیز خوبه که به فایده ات باشد. خب این سروده گوش میکنیم، بعد خداحافظی میکنیم. این آهنگ از استاد علی نظر است. دنیای سودا بگذرد، اندوی دلها بگذرد. دنیای سودا بگذرد. می شود که روزهای دیگر، مثال در دیگر برنامه ها، اگر کسی خواهش دارد از گلستان سعدی، از اینها قصه های خوب رو خوانیم، یا از مولانا، از مثنوی معنوی. اگر خواهش باشد نویسید. بزری آسمان همچون زمینی بتران، یکی بیماند جاویدان. بهار خشک در نظر، صد باغ گردد به ثمر. صد بهار خشک در نظر، صد باغ گردد به ثمر. صد راه ماند، صد راه ماند، صد راه ماند. اگر خواهش موسیقی گوش کردن داشته باشید، میتوانم موسیقی رو منم رفتن گیرد، من خودم کار دارم. اما می شود موسیقی باشد، شما اگر همه طرفدار باشد
می شود که یک چی را مانم موسیقی ای ساربان آهسته رو کارام جانم یگان موسیقی شوخ ترمانی این یکمش فقط امان موسیقی نوا است به سرود بعد دیگر روش سرود دارد و هوش مصنوعی می شود که خطا می کند بعضی جاها رو من وقتی که با خط کریلی نویسی زیاد خطا می کند اما با خط فارسی اگر نویسی کم خطا می کند
صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دوی مادر بشنیدگر صدایم دنیای سخت کشم انگیزه است شاید از الله مادر گر شرک سرودم از بود و از نبودم در تینتم سیرشته سوزونوی مادر آغازی و فرینش در رحمی و سین رو صد داستان برایت از یکی توی مادر من یک نفس نباشم به یاد ذاتی قدسش از سر سپردگانم یانم فدای مادر از سطوت و شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر خیره بر آن کسانم که از خشتن ریزایند یک بار نشونیده حرف ریزای مادر غافل از آن که خورشید از شرق بر نخیزد باشد دوگاهش از خاکیای مادر من یک نفس نباشم به یادی ذاتی قدسش از سر سپردگانم یانم فدای مادر از سطوت و شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر سکوتم را به باران هدیه کردم تمام زندگی من گریه کردم نبودی در فراقی شنوایت به هر خاک رسیدم تکیه کردم دو سه روز از دلم آرام نمیآید برایم از تو حالت پیغام نمیآید تفسیر چی را تفسیر میکنه؟ دلم هر روز و هر شب صدای خندت از بام نمیآید سکوتم را به باران هدیه کردم تمام زندگی من گریه کردم نبودی در فراقی شنوایت به هر خاک رسیدم تکیه کردم دو سه روز است که بوی گل نمیآید صدای خواندن بلبل نمیآید رود از باغبانی گل بپرسد چرا بلبل به سیر گل نمیآید سکوتم را به باران هدیه کردم
تمامی زندگی من گیره کردم، نبودی در فراق شانه‌هایت، به هر خاک رسیدم تکیه کردم. بر سر کوی وفایت منزل من، بر سر کوی وفایت منزل من، نرود عشق تو هرگز از دل من، نرود عشق تو هرگز از دل من. عشق اومد و طاقت زی دل زارم برد، طاقت زی دل زاری گرفتارم برد. چشمانی فیر بندایی آهو نگه، خوش از سر و صبر از دل بمارم برد، خوش از سر و صبر از دل بمارم برد. بر سر کوی وفایت منزل من، بر سر کوی وفایت منزل من، نرود عشق تو هرگز از دل من، نرود عشق تو هرگز از دل من. من از هیچ کس خفه نمیشم، خداوند هر کس عقل داده است که چی می نویسد چی می بیاد. خب خداوند نگهبانت باشد. هر کس که گرفتاری غنم عشق تو شد، مای جنونی بیابانو زیغم در بدر است، مای جنونی بیابانو زیغم در بدر است. بر سر کوی وفایت منزل من، بر سر کوی وفایت منزل من، نرود عشق تو هرگز از سلامت باشی. نرود عشق تو هرگز از دل من، نرود عشق تو هرگز از دل من. و من میبینم یگان که از مولانا یا که از سعدی یگان تشه یگان موضوع خوبه که جاری باشد، بعد برنامه آینده انشاءالله هم در اون موضوع گپ میزنیم و هم موسیقی های نو تیار کردن باز گوش میکنیم. ز عشقت آتشی را می فروزم من درون دل، چرا یادم نمی داری، چرا از من گریزانی، کجایم من نمی پرسی، نه احوالو نشونیده، به هر جای تو را جویم، توی نام و نشان دل، حیاتم بی تو یک رنگ است، بیا رنگین کمان دل، دگر گنگم دگر لالم، بیا میبینی احوالم، بیا من خود نمیگویم، شنو حرف از زبان دل. نه آی بی تو تاریک از سرای دل،
تو هستی مجد اینی کم تو هستی ارمغانم دل به عشقت فصل می باشد نگارا رشته عمرم بهارم گر نمی آیی به جرم تو از فنلند سلام علیکم سلام برایت نامه های می نویسم من به خون دل ز عشقت آتشی را می فروزم من درون دل چرا یادم نمی داری چرا از من گریزانی کجای من نمی پرسی نه احوال و نه چون این غزل حافظ است حاضر میخواند اگر از احمد ظاهر کسی شنیده باشد دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید سلامت باشید بنمای راه که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم خود کام تنگ دستان کیزان دهن برآید گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان هر جا که نام حافظ در انجمن برآید دنیای سودا بگذرد اندوهی دل ها بگذرد دنیای سودا بگذرد اندوهی خب دوستان عزیز فکرارتون رو نویسید چه اندیشه دارید مثال کدام موضوع رو انتخاب کنیم اگر از به فکرم که مولانا خوب است چیزهای بسیار عجایب دارد فهمیدنش خیلی خوب است اگر خواهشمند باشید من از اینترنت پیدا کنم کتابی چی را مثنوی معنوی را از همونجا یگان موضوع خوبش انتخاب کنیم و صحبت کنیم هم موسیقی و هم درباره مثنوی سلامت باشید و فیلم برای امروز تمام کنیم برای من
پیشکی خبر نکرد، گفتگی هم نبودم که در پخش زنده میبرویم، میبینیم کدام روز با چی میشود و بعد صحبت میکنیم. من امروز فقط در یوتیوب هستم، شاید که نوبت دیگر هم در یوتیوب و هم در تیک توک، در هر دوش یک وقت مستقیم کنیم. یک سرود بود، این ما وقتی که مکتب میخواندیم، بابا جان عزیز گفتن یادم میخواند، خدا رحمتش کنه. همینه گوش میکنیم، بعد خداحافظی میکنیم. پگاه بگاه شاید میبینیم نصیب. سلام از مکسیکو، علیکم سلام، سلامت باشید. من عاشقی رخساری گرمم، من بنده این دلی نرمم، من کوشت ای چشمای قشنگت، مدیحه تو آزارم. نگار عاشقی زارم تو کردی، درختی گل بودم خارم تو کردی، درختی گل بودم در کشور خود، به خاکی کوچه یکسانم تو کردی. من عاشقی رخساری گرمت، من بنده این دلی نرمم، من کشتتی چشمای قشنگت، مدیه تو آزارم. جان و دل خریدارت من میشم، من عاشقی رخساری گرمت، من بنده این دلی نرمم، من کوشت ای چشمای قشنگت، مدیه تو آزارم. خب دوستان عزیز، برای برنامه دیگر نمیدونم کدام روز میکنیم، شاید فردا یا روز دیگر من پیشکی در یوتیوب می نویسم ویدیو، اگر نکردم شاید ویدیو کنم، یا که می نویسم که ساعت چند کی کدام روز، و بعد نصیب باشد یگان صحبت جالب خواهیم کرد. و خداوند نگهبان همه شما باشد. فرق ندارد کسی ما رو دوست می‌دارد یا نه، اما به هر حال همه را خداوند نگهبان باشد، همه سالم باشند و در شرایط خوب زندگی کنند و به دیگرها هم اجازت دهند که دیگرها هم زندگی خوب داشته باشند. خب در پناه خدا باشید تا دیدار بر روز دیگر.